پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم هر وقت یک کدام شما نیت و قصد خواب کردن میشوه، یعنی میخواهید بعد از شب از وقت خواب است میخواهید خواب رد، پیغمبر بزرگوار گفته که شما طهارت کنید. چی رنگی که برای نماز طهارت میکنید؟ جناب پیغمبر گفتن این چنین طهارت کنه، بعد از اون به دست راست خواب روید. خواب رفتن سنتی برای خواب رفتن برادر عزیز همینه که به دست راست انسان خواب روه. حتی در روایت اومده جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست راست این چنین میگه در بر سرش میگذاشتن، این نوع یعنی که خواب میرفت. خواب رفتن به دست راست سنت است و انسان اگر توانه بهتر میشه براش که چیکار کنه؟ طهارت کنه پیش از خواب کردنش، چون که در بعضی روایت ها اومده که پای با طهارت خواب رفتن خودش عبادت است. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم عادتی مبارکشون بودن که این حدیث حضرت عایشه مادرمون روایت کردن که هر وقتی که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم قصد خواب کردن میکردن، یعنی پیش از اینکه در بستر بالین خواب روند، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم میگه 3 سوره را در دستای مبارک میخواندن، سوره اخلاص، سوره قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس میخواندن. جناب پیغمبر در دست مبارک میگه شوف میکردن و این دستا را در ابتدا در سر میشکیدن و در بدن در هر اعضایی که دستشون میرسید میگه این دستا را یعنی میشکیدن، این در پوست و در هر جایی که دستشون میرسید، یعنی که این 3 سوره را میخواندن و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در بدنشون میشکیدن پیش از خواب رفتن. این هم یکی از سنت ها جناب پیغمبر است، از سنت های جناب پیغمبر است. هر شخصیت توانگر یعنی که پیش از خواب رفتن این 3 سوره را خواندنشون دشوار و مشکل نیست، خیلی کوتاه هستن. شما هم باشه برادر عزیز بزرگوار بخوانید، در دستا شوف کنید، در بدن یعنی دستا را شکه انشاءالله که این شب از ضرر شیطان از ضرر جن ها ایمن میمونید. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خواب کردنی به شکم را نهی کردن، یعنی از خواب رفتن یکی از خواب‌هایی که حرام است و معن هست. حتی پیغمبر بزرگوار گفته که خداوند بد میبینه این چنین خواب کردن. این خوابی به شکم است برادران عزیز. شخصیتی که به شکم خواب میرود، خواب کردن به شکم، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفته که این خوابی هست که حتی در یک روایت گفتن خوابی اهل دوزخ است. در روایت دیگر گفتن این نوع خوابی هست که خدا این نوع خواب یعنی که بد میبینه. و این خاطر خواب کردن به شکم پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم معن داشتن. و در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم خوابی که پیش از ادای نماز گفتن است این خوابم نهی کردن. بعضی برادرها هستن میگن اکنون کمتر خواب میرم بعدتر یعنی در بین شب میخیزم نماز گفتن میخوانم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم این حدیث هم بخاری هم مسلم است. این خوابی که پیش از نماز گفتن است نهی کردن، بد گفتن، معن داشتن. و چه خاطر؟ شاید که انسان در خواب بمانه و نمازش قضا شود، نماز گفتنش قضا شود. پیغمبر بزرگوار پیش از خواندن نماز گفتن خواب کردن نهی کردن و سخن و صحبتی زیاد گفتنی بعد از نماز گفتن پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم نهی کردن، بد گفتن. یعنی که انسان وقتی که نماز گفتن خواند باید مشغول ذکر باشه یا یکی در حال خواب رفته. یعنی پیغمبر بزرگوار صحبت کردن بعد از نماز گفتن بد گفتن نهی کرد.